پرواز در تورین. گل جادویی رونالدو. بهترین و جنجالی ترین گل کریستیانو رونالدو، گل قیچی برگردان او در مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان اروپا در سال 1088 مقابل یوونتوس بود. لحظه پرواز. رونالدو با یک پرش باور نکردنی حدود 2.5 متر از زمین خود را به توپ رساند و با ضربه‌ای آکروباتیک توپ را وارد دروازه جان لویجی بوفون کرد. احترام دشمن. اوج درام ماجرا تشویق ایستاده هواداران یوونتوس بود. آنها با وجود رقیب بودن نتوانستند در برابر زیبایی این گل سکوت کنند و به رونالدو ادای احترام کردند. نتیجه: این گل برای رونالدو بسیار با ارزش بود و تشویق تماشاگران یوونتوس یکی از دلایلی شد که او چند ماه بعد تصمیم گرفت به این تیم ایتالیایی بپیوندد. اگر واقعاً خودت را طرفدار رونالدو می‌دانی، پیج را سابسکرایب کن.